خب اومدیم کتابخونه ایرانی و اینجا ببینید چه کتابی هم هست. کتاب اوستا، به دیوان شمس، نگاهی به تمدن تاریخ آریایی و بسیار عالی است. اینجا کتاب‌ها رو با هم یه مروری بکنیم. جمهور تواریخ، نشرالقرآن، مخاطره تاریخ بیهقی. کدومشو بخونیم؟ خب من در ایران که بودم راستش یک گروه کتابخونی بزرگ داشتم. اینجا ما هر هفته یا هر 2 هفته یا حتی یک ماه یک کتابی رو معرفی می‌کردیم و می‌خوندیم و تفسیر می‌کردیم. همین اینجا کتابخونه‌اش برای من بسیار جالب است. این 4 کتابیه که من برام جالبه. ایلیاد و اودیسه هومر رو محتواش رو میدونم کاملا ولی نخوندم. چخوف و داستان ایلیاد خوندم، باش آشنا هستم. کتاب جنگ و صلح رو به صورت صوتی گوش دادم و الان کتابش برام جالبه و مثنوی معنوی که خب دیگه مثلا راجبش صحبت نکنیم، دختر اینقدر مشهور و معروف نهست. کتاب های دیگه هم هست.